خسته نباشید آقای نعمتی نژاد، شبتون بخیر. از آخرین شرایط آمادگی تیمتون تو تعطیلات لیگ بگین. و شاکریم که بچه‌ها شرایط خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن و آماده بازی خیلی خوب با ذوباهن و انشالله با حضور هوادارامون اولین 3 امتیاز خونگیمون رو کسب بکنیم. بچه‌ها از لحاظ روحی، روانی، بدنی خدا رو شکر آمادن و انشالله روز پنجشنبه باز خوب و با 3 امتیاز انشالله از زمین خارج میشیم. خب یه تقریبا 3 هفته تعطیلات ناخواسته به وجود اومد برای بازی‌های ملی تیم امید و تیم ملی بزرگسالان در فیفا دی. خب طبیعی هستش این شرایط و ما طبق برنامه‌ریزی که کادر فنی انجام داده بودن پیش رفتیم. خدا رو شکر 2 بازی دوستانه خوب داشتیم و انشالله به مرز آمادگی میرسیم برای بازی با ذوباهن. خدا رو شکر ما 3 تا دروازه‌بان داریم، آقای گروسیان، آقای پورحمیدی، آقای افشین، امید افشین، گلر جوانون هستش. شرایط خوبی دارن، کارمون رو داریم پیش میبریم به امید خدا. هر کسی بازی کنه انشالله که بهترین عملکرد رو داشته باشه که هم کادر فنی و هم فوتبال دوستان خوزستان رضایت داشته باشن. کاپیتان طیبی، از آخرین شرایط تیمتون تو تعطیلات لیگ بگیم و قراره دیدار اساسا مقابل ذوباهن داشته باشه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیز، هوادار خوب استقلال خوزستان. خدا رو شکر شرایط تیم خیلی خوبه، تمرینات خوبی را زیر نظر کادر فنی انجام دادیم و آماده بازی روبروی ذوباهن اصفهان هستیم و انشالله که خدا کمک بکنه و بتونیم 3 امتیاز بازی رو بگیریم. تیم شرایط خیلی خوبی داره و آماده میشیم برای بازی با ذوباهن. امیدواریم بتونیم اولین بازی خونگیمون رو ببریم و با این نتیجه خوبی این بازی رو تموم کنیم. خدا خسته نباشین. شرایط تیم خیلی خوبه، میشه گفت تقریبا بالاترین سطح بدنی هستیم. تمرین‌های خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتیم. ان شاءالله آماده ایم واسه بازی پنجشنبه ما رو تنها نذارن و حمایت کنن از تیم خودشون. تمرینات پرفشار بدنسازی انجام دادیم. تقریبا 3 جلسه صبح و بعد ظهر تمرین کردیم که تو شرایط بازی بمونیم و بازی حساسی واسه ما تو خونه خودمونه و میخوایم که اولین 3 امتیازمون رو کسب کنیم. میگه شرایط خیلی خوبیه، انشالله که بتونیم بازی رو ببریم، نتیجه قبلیمون رو جبران کنیم و بازی با تراکتورمون رو واقعا تو بدشانسی بود باختیم، بازی رو واگذار کردیم. انشالله که این بازی رو ببریم و توقع داریم که هوادارا مثل بازی قبل بیان ورزشگاه تشویقمون کنن، ما انگیزه بگیریم.
تعطیلات لیگ بگی توی روزهای آینده دیدار اساس مقابل زوبان. آقا ما نمیتونم خندم بره